ما ملتی نیستیم که بنشینیم تماشا کنیم قدرت‌های پوشالی مادی که از درون کرم خورده و موریان خورده اند ملت استوار و پولادین ایران رو تهدید کنند. ما در مقابل تهدید میکنیم. هر کسی فکر تجاوز به جمهوری اسلامی ایران در مخیله اش خطور کند باید خود را آماده دریافت سیگه‌های محکم و مشت‌های پولادین کند و بدانند، هم آمریکا بداند، هم دست نشاندگانش بدانند، هم سگ نگهبانش رژیم صهیونیستی در این منطقه بداند، پاسخ ملت ایران به هر گونه تعرضی، هر گونه تجاوزی، بلکه هر گونه تهدیدی پاسخی خواهد بود که از درون آنها رو از هم خواهد پاشید و متلاشی خواهد کرد. خود را برای تداوم این عزت ملی و اقتدار بین المللی آماده نگه دارید.